و فرشته خداوند از گیلجال به بوکیم آمده گفت: من شما را از مصر بیرون آوردم و شما را به زمینی که درباره آن به پدرانتان قسم خورده بودم آوردم و من گفتم عهد خود را با شما تا ابد نخواهم شکست و شما با ساکنان این زمین عهد نبندید، قربانگاه های آنها را بشکنید، ولی شما آواز مرا نشنیدید. این چه کار است که کردید؟ و نیز گفتم آنها را از پیش شما به در نخواهم راند و آنها برای شما سد راه خواهند بود و خداهای آنها برای شما دام خواهند بود. و هنگامی که فرشته خداوند این سخنان را به تمام بنی اسرائیل گفت، قوم آواز خود را بلند کرده گریستند و نام آن موضع را بوکیم ماندند و در آنجا برای خداوند قربانی کردند. بعد از آن که یهوشع قوم را روانه کرد، بنی اسرائیل هر یکی به ملک خود رفتند تا که زمین را تصرف نمایند. و در تمام ایام یهوشع و در تمام ایام پیرانی که بعد از یهوشع در قید حیات بوده، همه کارهای بزرگ خداوند را که برای اسرائیل کرده است دیده بودند، قوم خداوند را عبادت می نمودند. و یهوشع ابن نون بنده خداوند در سن 110 سالگی وفات یافت و او را در حدود ملکش در تمنت هارس در کوه افرایم به طرف شمالی کوه جاعش دفن کردند. و تمام آن نسل نیز نزد پدران خود رفتند و بعد از آنها نسل دیگری برخاستند که خداوند را نمی دانستند و کارهای را نیز که او برای اسرائیل کرده است.